برخی از خوبان زیاد میپرسند که من به اصطلاح یه دختری هست میخوامش اما از من بزرگتره، یا به اصطلاح آقا پسرایی میپرسند که به اصطلاح دختری کوچیکتری رو یا بزرگتر از خودشون رو دوست دارن و میخوان ازدواج کنند. در قضیه به اصطلاح عمر به اصطلاح شریک زندگی، خب معیارهای علمی که هست میگه که بین 3 تا 10 سال آقا پسر از دختر بزرگتر باشه خوبه و در قضایای به اصطلاح خانواده و مدیریت خانواده این مهم هست. اما این همه حکایت نیست. عزیزانی میان هم استدلال میکنن و خیلی هم خوب میکنن، میگن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین خدیجه ازدواج کردند در حالی که خدیجه از پیامبر 15 سال بزرگتر بودند. یا پیامبر اومدند با عایشه صدیقه، خدیجه و عایشه رو وقتی که در زندگی پیامبر مطرح میکنند به خاطر اینه که اینها دوتا ازدواجی هستند که نمایان ترین ازدواجهای پیامبر هستند. بیشترین همه ازدواجهای پیامبر به اصطلاح منبع الگوگیری و اسوه برداری هست، اما این دوتا شاخصترین هستند بنا به ویژگی‌های خاصی که داشتن و محبت و عشقی که اینجا بیشتر نمایان بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی با عایشه ازدواج کردند که ام المؤمنین عایشه از پیامبر خردسال‌تر بودند. پس قضایای دیگه‌ای هم در این میان هست. در این مدیریت خانواده فقط عمر نیست که ملاک هست و باید در نظر گرفته بشه. بله، عمریه که ویژگی هست، باید در تا حدودی بها داده بشه بهش، اما همه چیز نیست. عایشه‌ای که پر از حرکت، نشاط، حکمت و دانایی هست، زیرکی، باهوشی و شخصیت پرباری داره، نیاز به یک شوهری داره که اون شوهر بتونه به اصطلاح اینها رو تحمل کنه، شوهری که بتونه باش شوخی کنه، باش مسابقه بده، دو میدانی بره، نمیدونم وقتی که اون با عروسکاش بازی کنه این رو تحمل داشته باشه، بتونه با این بتونه اون رو تشویق کنه بیاد به اصطلاح جای مسابقه‌ای هست اون رو ببینه که به مسابقه رو تماشا کنه. همه اینها یک ویژگی‌های دیگه‌ای هست که باید در طرفین باشه تا بتونن یک نوع تکاملی رو به وجود بیارن. اون عزیزی که میگه که من دختری رو دوست دارم و از من خیلی بزرگتر هست چی کار کنم، باید این مسائل رو در نظر بگیره. قضایی ویژگی هایی که مربوط به جسم انسان میشه، ویژگی های روحی رو در نظر بگیریم، ویژگی های عاطفی رو در نظر بگیریم، مدیریت خانواده رو که آیا ما میتونیم در همچنین جوی با همچنین شخصیتی به اصطلاح خانواده رو اداره کنیم. برخی از نوجوان‌ها هستند که خود طبیعت اون نوجوان به اصطلاح یک طبیعت کودکانه هست، به خصوص اون نوجوانایی که به اصطلاح در حالات غیر طبیعی خانواده ها یا ریتم درست خانوادگی تربیت شدن، در پدر وفات کرده، مادر وفات کرده، یا مثلا در اون نوجوانهایی که پدرشون رو زودی از دست دادن و در سایه مادر بزرگ شدن، هنوز اون شخصیت کودکانه دارن. این شخصیت اگر بیاد با یک دختر بزرگتر از خودش که یک شخصیت مادرانه داره ازدواج کنه، این ازدواج مثلا میبینیم در خیلی موارد موفق میشه. یا برعکس اون دختر خانومی که به اصطلاح سختی‌های زندگی دیده و به اصطلاح همیشه نیازی به یک پدر داشته، وقتی میاد با یک انسان سال خورده هم ازدواج میکنه، میبینیم که این ازدواج موفق میشه. اون نمیدونم آقا پسری که بسیار حساس و شکاک هست، وقتی میاد با یک دختر خانم تو خود و نمیدونم گوشه‌گیر ازدواج کنه، یک نوع تکاملی به وجود میاد. اون دختر خانمی که مثلا از نظر جنسی سرده با یک نمیدونم شوهر ضعیف، این یک نوع تکاملی به وجود میارن و زندگیشون هیچ موردی پیش نمیاد و شاخصه های دیگه‌ای که اینجور هست. مگر خداوند متعال وقتی که ازدواج رو برای ما معرفی می‌فرمایند می‌فرمایند لتسکنوا الیها، یک نوع سکونت وقتی ما می‌خوایم ایجاد بشه، یه نوع آرامشی میشه. ما وقتی می‌خوایم یک خونه رو انتخاب کنیم برای سکونت چیکار می‌کنیم؟ میریم نگاه می‌کنیم چند تا اتاق داره، چند تا نمیدونم پنجره‌هاش کجاست و فلان و علان، همه اون چیزی که بنا به نیاز ما
خونه خیلی بزرگ بود والله، ما یه خونه کوچیک‌تر نیاز داریم، نه ما عددمون زیاد هست، این اتاقا فقط 3 اتاق داشت، ما حداقلش 5 تا اتاق نیاز داریم. خب نگاه میکنیم که به اصطلاح نیازهای خودمون چی هست که اون خونه برآورد اون نیازهای ما بکنه. همینطور به اصطلاح در ازدواج این مسائل رو باید در نظر بگیریم، قضایای اجتماعی رو در نظر بگیریم. آیا من اصلا از این خانواده و از این فامیل خوشم میاد یا اصلا ازشون متنفرم، خانواده های ما امکان هست با هم بسازن یا نه، قضایی از نزین شکل و قیافه این شخص من خوشم میاد یا نمیاد، من اصلا از انسان‌ها لاغر یا از انسان‌های چاق یا از انسان‌هایی که چون این و چنان هستن خوشم میاد یا نمیاد، حتی از نظر قضایای جسمی و قضایای عاطفی که ما بتونیم با هم بسازیم. و اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اگر کسی اومد که شما از دین و شیوه دینداری اون، این شیوه دینداری رو میپسندید، اخلاق اون رو میپسندید، ویژگی های شخصیتی اون رو میپسندید، اون رو به اصطلاح دیگه مسائل دیگر رو جلوی راه سبز نکنین، قضیه مسائل اقتصادی، مسائل اینا رو همه جامعه دست در دست هم بدن و این مسائل رو حل کنن تا یک زندگی پربار و سعادتمندانه رو برای جوانامون بسازیم. اگر این کار رو نکنیم تکن فی الارض فساد عظیم، اینجاست که فتنه و فساد بسیار بزرگی در جامعه سبز میشه و ما امروز متاسفانه شاهد بسیاری از این فسادها هستیم، فسادهای اخلاقی، بی‌بندوباری هایی که در جامعه هست که بسیاری از اینها سببش خود ما هستیم. پس بیایید ازدواج رو آسون کنیم و قضای اختلاف عمر رو هم از این دید به اونها نگاه کنیم.